یا خدایم ملیس. السلام مانده نباشید. سلام. سلامت باش. من برای گرفتن شیرینی های دوست داشته اپی خاله آمدم. خواهش پیدا کرد. مایلش در حال میدیم. تو نشسته انتظار شو. مایلش. روز بخیر خانم ملیس. چی خیلی ناز میکنن دیدی ها؟ شرا از تو یک چیز میپرسم. با فکرت این دختر با تو نگاه میکند. از برای خدا این ایش از کجا برآمد؟ التماس به من بفهمون. زود من انتظارم. نمیک؟ این شب با خانم ملیس شعر نوشتم. شعر نوشتی؟ میگویم که برده با او دیم. یا خدا توبه کردم. فرض کردیم که تو شعر نوشتی مایلش. برده دادی با این هم مایلش. خان با این هم مایلش. فکر میکنی که آمده تو رو به آغوش بگیره؟ تو دیوانه شده یا؟ اخلاق رو خورده یا؟ علاوه بر این من بیانگای سیاولت وعده دادم که از این کارها من دست کشیدم. درباره من نیست. دور شو. نه من قراری قطعیم رو دادم. برده میدیم. دوستم مگر من با تو گفتم که نبر نده. از نزد من دور شو. ولو ینگل میاد چی بشود؟ دور شو. مایلش. ملیس جان. یک دقیقه اینجا بیا. مایلش اپا. خانم. اینها رو نوکت پختیم. اینها رو همونه. مایلش خوب بشود. انا در بینشون بذارید. مایلش جان. استاد؟ هجری؟ استاد سرم رو یک سوال مخته کرد. انتظار شدم که باز بسیارتر رو مخته کرد بعد آمدم. خوب کردی هجری. استاد بپرس. انا خوردن گوشت خوک از نگاه دینمان حرام است که استاد؟ بله هجری. استاد روغنش هم حرام است که؟ بله هجری. خیر نباشد استاد گریپ خوک شدن حرام است؟ چی؟ استاد زکام خوک شدن حرام است؟ وای هجری این چه سوال است؟ مگر آدمان برای زکام خوک شدن بسیار خواهشمندند؟ نفهمیدم استاد. هجری تا زمانی که گوشت خوک نمیخوری یگان مشکلی ندارد. اگر خوک تو را خورد این اکنون جوابگری خوک میشود. فهمیدم استاد. مرا خوردن خوک مشکلی ندارد. خیر استاد آخر من مرا خوردن خوک رو نپرسیدم. زکام خوک رو پرسیدم. با خدا که هجری آن شخص مشکلی زکام میشود. استاد کمتر وسیع‌تر شرح دهید. نفهمیدم آخر. انا بین هجری تا وقتی گوشت خوک نخوردن مشکلی ندارد. زکام خوک شدن باشد حرام نیست. اما تو بر زمین احتیاط بکن یعنی زکام خوک نشود. خدا از شما راضی باشد. از تو هم راضی باشد. زکام خوک نشود که حرام است. زود باش هجری به نماز دیر میمونه. مرحمت استاد. اگر ملیس شعرم رو خونده یگان اشاره کنه همش خوب میشود. قربان تو شوم خدایا. جانم به خالتا گذارم. لازم نیست با ماشین میروم. مایلش چه خیلی که خواهی. تشکری زیاد. شود باز بیا ملیس. روزتون بخیر. روز تو هم بخیر باشه. با اویلتون سلام. مایلش. تا بازدید خانم ملیس. چی گپ است ها؟ چای نوشیده ایستاده بودیم اکا. من مگر شما را برای نظاره کردن روان نکردم ها؟ تو مگر باز از خفای آن دختر هستی؟ خیلی دختر با خدا یگان دختر نیست. چای نوشیده ایستاده بودیم. همین خیلی نه نمی چای نوشیده ایستاده بودیم. کمتر مزه هم گریخت دارو خوردم که شفا یابم. نمیک در اینجا چی گپ است؟ چی یعنی تو با آقای کنعان نگفتی که دیگر با او کار نمی کنی؟ نمک؟ اینسان چی میگوید؟ خطا کردم. با تو باور کرده خطا کردم. اکای کنعان از این پس دیگر من با شما کار نمیکنم. وای من باشم تو را آدم گفته در برم گرفتمه. تو خدا تو را زند. با گپی یک زن گوش انداخته کسبت را میپرتایی. با خدا که گپ ندارم نمک.
چه خیل کسبه شما مگر این رو کسب میگوید؟ خانم شما بین ما ندارید و ما بردا باشیم بین خودمان گپ زنیم. خاموش. های نمک من تو را دیگر دیدن نمیخوام. دیگر بچه‌شان ننما تایلاخی زن کلان. پیش درو با نماز جمعه میرویم. نمی پیش درو این احمقی پس به نماز جمعه میرود و تو نمیروی؟ هنی پیش درو مایلش میروم. بله محترم جماعت موضوع امروزمون هم به آخر رسید. به همه‌تون خیر. محترم حضرت دامولا من به شما یک سوال داشتم. به خدا که سرم را آمیخته کرده ایستاده است. عجبا شرط‌های اسلام چند تا هم و کدام‌هایند؟ البته محترم جواب میدیم. ما در گذشته این موضوع رو با هجری گپ زده بودیم. کنه بینیم در خاطرش مانده است یا نه. هجری کنه با سوال‌های همه جواب ده. مایلش استاد شرط‌های اسلام 5 تان کلمه شهادت گفتن نماز خواندن روزه داشتن زکات دادن ادای حج کردن. ماشاءالله آفرین هجری آفرین هجری. اما جوابتون رو گرفتید؟ به این ساختکار بینگره چه خیلی راهش رو یافته خودش جواب نداد. ها جوابش رو گرفتم. من به شما باز یک سوال دیگر داشتم. حضرت پیغمبرمون در کدام سال هجرت کردند؟ سال 622. آفرین هجری. به کجا هجرت کردند؟ به مدینه. آفرین. هنگام هجرت کردنشان خانهشان رو با کی امانت گذاشتند؟ به حضرت علی. آفرین هجری. حضرت علی چند سال خلیفگی کردند؟ 5 سال. آفرین هجری. پیش از حضرت علی خلیفه کی بود؟ حضرت عثمان. آفرین هجری. حضرت علی در کدام سال شهید شدند؟ سال 662. فسبحان الله. آفرین هجری. کدامی از برگانی پیغمبرمون رو در دشت کربلا شهید کردند؟ پس کن تو برادر تو چه خیلی مسلمان هستی ها؟ تو چه خیلی مسلمان هستی؟ این را مگر کی نمیداند؟ البته که جناب حضرت حسین را شهید کرده بودند. بس برادر نمیبیند هیچ چیز را جواب نداد. چرا؟ چون که هیچ چیز را نمیداند و جای اون دیگر کس با سوال ها جواب میدهد. این آدم ساختکار است. این ساختکار است. این دیوانه با اینجا چه در آمده است؟ دیوانه؟ من دیوانه نیستم. او دیوانه است. من دامولای حقیقیم. بله دامولای حقیقیم. در مسجد داد نزن. این رابینه برای مسجد در آمدن نمودش را تغییر داده است. یعنی در حقیقت هم دیوانه بوده است. برادر من دیوانه نیستم. انا دیوانه این است. آخه این است دیوانه. این دامولای ساختکار است. دیوانه ساختکار از ریش و جامه و سلط شرم دار. برادران مؤمنی عزیزم گوش کنید. این جماعتی مرا دزدید. این دزد است. مسجدم را از من دزدید. دامولای ساخته است. خاموش شو. این آشکارا برای ویران کردن این نماز جمعه آمده است. مرا گوش کن. این را بیرون کن. مایلش نمک نباید تو خاموش تایلا. من تو را خط زدم. تو علکی در خط سیاهی من هستی. اکا صدقه تو شما من سیاوان را بسیار دوست می‌دارم. انا ببین از اینش رونده از اونش مونده شدم. این چه نکنه که تو با من گپ نزن. آخر برادر خطا کرده ایستادید. من اینجا میمانم. من امام هستم. دامولای ساخته این است. این رو از اینجا برید زود برید. ایستید چیکار میکنید؟ آخر از مسجد برادران هیچ کس را بیرون نمیکنن. مسجد همه ما میباشه. یعنی اگر دیوانه هم باشد اون هم در اینجا حق داره. بله. آقا حالا با تو کارمان تمام نشده است. روزت را میبینی. کارمان تمام نشده است. حالا صبر کرده ایست. چرا از عقل دامولای ساختکار. دامولا به نام خدایم قربان شوم اما با بعضی بنده ها خوبی فایده نمی کند. اکا من باشد آقای کمان باشد. خدا همه ما رو در روی زمین میبیند. ما وظیفه بردوش بودن ما رو بجا میاریم. تقدیر از طرف خداست. مایلش درست. روزهای خوش. باشد دامولا. آقای لیویت ماما کین کیستم؟ من از کجا دانم؟ ماما در حیاتم این خیلی دختر زیبا رو یکم بار میبینم. دعاهایم قبول شدن.
خداوند این دختر رو اینقدر زیبا آفریده است. آقای لوین من خطا اومدم. نه شما درست آمده. نام من لوینت است. شما رو نشناختم. مرا همسری اکردان خانم گولی وظیفه دار کردند آقای لوین. خدا از مادرم به خدا که راضی باشد. با این اهمیت ندید. این کودک است. سلام. خوش اومدی جونی من. خوش باشی. چی خیلی؟ کجا شدی؟ این چه حال است؟ هیچ گپ نی خوبم. زورو جون بخیر است؟ یگون چی شد؟ یگون چیز نشده است. چه خیلی چیز نشده است؟ مگر با دوملوزیو جنگ کرده؟ نه عزیز کم ترکه غمگینم. تو به کجا میروی؟ من چی؟ لوین بیمار شده است. رفته به او شوربا پزم. یعنی چی دونم شاید به بیمار خونه بردن لازم میشود نمیدونم. خیر تو نیست بیرم. میلش سلین لبه عزیزم چی شد زورو؟ اوف سلین ناخونم شکسته. زورو من فکر کردم که یگون چیز رخ داد. یعنی چونان گفتی که زورو عزیزم یگون چیز شد؟ یگون چیز نشده است. تو زودتر برو لوین انتظار نشود. رفته به او شوربه گرم کرده. تو رو شکر پختم. بخورد. اکنون میبینیم به داخلش از محبتت هم داخل کن. زورو زود برو. خوب نباشد تا بازدی جونم خودت رو احتیاط. پیش خدمت شما رو ممکن با من یک قهوه آره؟ البته خانم. تشکر. سلام علیکم اکا جوهر. اوه علیکم السلام شوکت. خوب هستی اکا جان؟ خوبم. تو چطور هستی؟ خدا را شکر اکا خوبم. قسمت دومی کاری زمین هم آمد. قسم دوم؟ با زبان تاجیکی گفتم نفهمیدید. کردیت پول رو میگوید. کردیت. بله اکا. آخر حالا بر وقت نیست مگر هجری به حجت حالا امضا نگذاشته است. آخر هجری پول رو نگرفته کجا امضا گذارد؟ در همه جا است نمیگریزد نترس. آخر پول باشد در جنگل امضا رو میمونم. من راحتم رو گوش کن. اگر یگان بی‌براری شود از فکرم میگردم دانسته باش. اما که ما گفتم کار حلای. مایش تمام مایش پول باشد کار حلای. من حساب میکنم. برادر با زهرا چیکار کردی؟ از خواطری دلم میکفد. چیکار میکردم شوکت؟ با خدا که از روی تو چیکار کردن زهرا معلوم نیست. یعنی هر زمان مرا با پلیس دادنش ممکن. برادرم مرا برادرم نگو شوکت. در حالی که چنین منظره در پیش چشمان ایمان است و مکتب روان کردن ایمان به وجدانی نشود دیگر چیست تمام؟ اکم شدی خدمتگار از جای افتانده؟ خوب کی افتانده؟ بهترین است. عجایبات است. ای کودک تو چه خیلی گپ زده استودی؟ هم 30 سال مادرت است مگر شرم نمیکنی؟ ای به خدا که ما را اینقدر دوست داشتن پدر و مادرم را نمیدونستم. برای نگاه بینی من دختری روان کرده اشان رو ببین صدقه او شوم. او ما را نگاه بین نکند من او را نگاه بین. سعی جان پسرم تو طلبه هستی مگر طلبه این خیلی گپ میزند. یک بار دیگر چنین گپ گوی گوشت را میبرم. حق است راز گوشت نمیبرم. شوربا هم تیار شد. شوربا؟ بله خانم گلی گفتند که کمتر بیمار شده اید. من شوربا پختم فایده دارد. ینگم چنین گفت. رحمتی کلان بسیار کار خوب کرده پختی. آخر این دختر برای نگاه بینی من آمده بود. اما حال آشکاره حقی مرا دزدیده ایستاده اید. سعی جان به خدا در عصبام رسیستی خفت میکنی. کنی دهانتان را کشوه؟ نه زحمت نکشه. قاشق رو ده من خودم میخورم. خورده میتوانم. با نیچه مانندم. نه نمیشود. من قبول نمیکنم. من حق پولی میگرفتم رو دادن میخواهم. من برای خدمت شما در اینجایم. کنی بیایید دهانتان را کشوه. سعید جان تو باشه راست به مکتب.
این وقتی سیاهی من بینه. سعید جان مرشد جواد را گرفته یک جا به مکتب روید با هم بازی کنید فهمو؟ کنی دهانتون را کشوید؟ کشودم. درستون درد نمیداد بسیار بامزه شده است. آش شود. چه خیلی آش شود شوربا پختی آش میگو. زود باش سلین زود باش. آخر این رو کجا جای عیبش است؟ و دوستت آخر تنها شوربا آورده چی شده است؟ از این آخر اگون چیز نمیبرورند کو. زنگ رو زیر کن. یا بسم الله. شما براحت باشید من میکشویم. شوربات را خوردم باور کنید سلامتی هم کم تر خوب شد. تشکر زیاد. سلامت باشید. نمیارزم. سلام علیکم. شما کیستید؟ در اصل تو کیستی؟ من نو اومدم. از این پس با لیونت یک جای زندگی میکنیم. با لیونت؟ آره. خوش آمدید خانم سلین. مرحمت. لیونت؟ اکای کن اون یک مشکلی دارم. شریکم ما رو فریده. از شما میخوام که رولتو کوب کنید. احمق جزایش رو بینید. اگر این را اجرا کنید به شما 50,000 تازه میدم. یک دامولازی ها رو پرسیده اجازت گرفتن اما لازم است. اگر او اجازت دید سر و کار میگیریم. یعنی چی خیل؟ دامولو چی علاقه دارد؟ ما به دامولازی ها وعده دادیم که دیگر آدم لطفون نمیکنیم. اگر او اجازت دید این مسئله رو میبینیم. اکا من اولین بار میبینم که مافیا از دامولو اجازت میپرسه. میلش من از شما خبر انتظار میشم. تا بازی. خیره. تایلاق تو در اینجا چی میکابی ها؟ کمی گوشم از اینجا. بلا سنت. این تایلاق مرا مجبور میکنه که او را لطو کم کنم. بتول؟ اکا چیکار کردی خواهرم؟ من هم تو رو جستجو داشتم. چی شد؟ نه یگون چیز نیست. گفتم کمتر نشسته صحبت کنیم خستگی همون رو دور کنیم. البته اگر وقت داشته باشید. وقت دارم. بیا با نزد ساحل میرویم کمتر میشینیم. سلامت باشید. مرحمت. تشکر. یگان خواهشی دیگر داری؟ دیگر خواهش ندارم. با تو تشکری زیاد. تو حالا رفته استراحت بکن. مایلش تشکری زیاد. سلامت باش. خانم سلین این چی سورپرایزی خوش به خدا که خوش آمدید. بله بسیار سورپرایز نقد شده است. ماشاءالله بخیر باشد. چی شد خانم سلین بخیر است؟ دایه رو میگویم دایه رو. نقد نگاه بیند میکند آخه؟ حالا هیچ کارش رو ندیدیم به خدا. یگون کارش رو ندیدیم گفته بخشیش چی کارش رو دیدن میخواهی؟ آخر خدمتش رو خانم سلین. این دختر در کجا خواب میکند؟ یعنی به فکرم در اینجا میموند. در اینجا؟ خیر در کجا خواب میکند؟ در خانه درونی. حجره در اون طرف بوده؟ حجره خواب در کجا؟ درونی خانه. لیونت تو در کجا خواب میکنی؟ ما همراه سعید جان در حجره رو بروی خانه درونی خواب میکنیم. از سببی که من بیمار هستم نمیخوام که بیماری من به سعید جان بگذرد. برای احتیاط من در بالای همین دیوان خواب میکنم. در اینجا یعنی در رختی خواب در این طرف بوده خواب میکنی؟ بله خانم سلیم. اینه جانم این خیل نمیشود. چی خیل نمیشود؟ چی آخر جانم در اینجا خواب نکن میانت در من میشود. چی لازم آخر؟ برای همین گفتم. تشکر زیاد خانم سلین تشکر زیاد. اما آخر من عادت کردم در اینجا خواب بکنم. لیون خواب نکن گفتم خواب نکن. چرا گپم رو گوش نمیکنی؟ میلش خانم سلین شما گویا که خواب نروید خواب نمیروم. در کجا خواب روم؟ انا میخیل شاید چی میشود؟ چی میشود؟
анавай доя ҳаст ку ман мегӯям ки дар онҷо монад саидҷон ҳам дар онҷост ӯро нигоҳубин мекунад ту бошӣ мегӯяд ки ба назди ман яъне бо ман мон то зиёд шуданат бо ман мемонӣ чӣ гуфтӣ ай сипосгузорам хонум селем бисёр фикри хуб аммо яке шуморо ҳам бемор накунам бемор намекунӣ ҷонам ҳоло айнан вақташ аст вақти чӣ яъне дар хона ҳуҷраҳои холӣ бисёр аст яъне омада дар инҷо беҳуда хоб намекунӣ меёна дар ман мешавад то сиҳат шуданат бо ман бимон ай хонум селем барои маро фикр карданатон ташаккури зиёду ман шуморо нороҳат накунам ман дар инҷо мемонам ҳамин хел албатта туро дар инҷо хуб нигоҳубин мекунад чой қаҳва тайёр ҳолат бисёр хуб аст ӯ ба ту шӯрбо пухт бале камтар шӯрбо пухт лекин чунон шӯрбо бо лаззат пухт ки агар хоҳед барои шумо фармоиш медиҳам ҳамин хел чӣ хуб шӯрбо ҳам пухт аст ман ҳам пухтам ба ту шӯрбо овардам ҳеҷ чиз лозим набудааст фақат ки шӯрбоятро хӯрдаи худо ба ту шифои комил диҳад ин хел мешавад хонум селе ман намедонистам ки шумо шӯрбо меоред рости гап шӯрбои пухтаи ӯ бемаза буд маза надошт рости гап маҷбури як ду қошуқ хӯрдам дилам шӯрид шумо заҳмат кашида барои ман шӯрбо оварда агар ман инро нахӯрам дилам ором намегирад не ҷонам не ту то қадри даркорият аллакай шӯрбо хӯрдаи шӯрбои маро хӯрданат лозим нест ман инро ба кӯча бурда ба ҳайвонҳо медиҳам онҳо хӯранд як лаҳза бояд ман ин шӯрборо бичашам хонум селе намехӯрӣ гуфтам намехӯрӣ тамом ман меравам хонум селе як лаҳза истед охир шумо барои ман шӯрбо пухтаед ман агар аз ин шӯрбо як қошуқ нахӯрам номамро мекардонам як қошуқ мехӯрӣ биёмон леведе ба худо гузарондӣ хонум селе илтимос як бонуи зебои дунё барои ман шӯрбо пухтааст ман нахӯрам ноақӣ мешавад агар нахӯрам мемурам барои хӯрокҳои шумо дар меъдаи ман ҷои махсусе аст мехӯрам бурабӣ и бурабӣ и бӯи шӯрбо бош ё бӯи шӯрбо паст бисёр бомаза нохӯрда бомаза бисёр болаззат агар аз ин шӯрбо як деги дигар бошад бовар кун боз мехӯрам ҳамин хел майлаш набошад бихӯр левин ин шӯрбо бемазара нахӯр ки ба фикр мемурӣ бисёр болаззат ман хӯрдам мегирам левин худованд нигоҳбонат боша не ман намехоҳам ба ту иштиёи то ҳис карда истодам ки саломатим хубтар шудааст ака чӣ бо зуҳро муносибататон чӣ хел аст хуб яъне хуб ширин аст бисёр зебост бисёр хуб аст боз ҳам ба якдигар бисёр мезебед аммо инсонҳои дунёҳои гуногун ҳастед мегӯӣ чӣ хел оғоз кардед ба худо ки бету дар аввал ман ҳамонанди ту фикр мекардам аммо чӣ донам охир чун инсон дӯст дорад бо ягон роҳ аз ӯҳдааш баромаданро кӯшиш мекунад ӯро бисёр дӯст медорӣ иншоалло худо шуморо аз якдигар ҷудо намекунад иншоалло шавкат лабай улӯ ҳазрат домлозиёро надидӣ мумкин дар маҳалла бошад надидам имрӯз ба назди домлозиё меравем инҳо боз ҷанг карданд мисли кӯдаканд кӯдак ба худо ки кӯдакам марҳамат дарҳол меравем марҳамат улӯ ҳазрат зур зар левин камтар дигараш монда зур зар ба худо ин хеле шӯрбои фачу бемазара дар ҳаётум бори аввал мехӯрам агар саг ҳам хеле шӯрборо бихӯрам ман номард
یا خدا جان میره بین این گلزاری طبیعت زیبا را بین با فکرم سیاد شدم شوربا دگب نخورم سلیم آش شود لوین خدا به تو شفای کامل دهد من میروم بس یک لحظه خانم سلیم با بیمزگی شوربا تو نگاه نکرده تا آخر خوردم با چسبی میشوی من چرا عصبانی شوم چرا غضبناک شوم برای غضبناک شدن یگون سبب هست خدایا توبه سلامت باشید من اینها را گیرم البته من به تو کمک میکنم اشتا باز یکان چیز میخواهید دستتان درد رو نبینه شما برای من تمامی کارو این خیل گشتن این دختر بسیار خوش است یعنی چه این خیل شمهای تنگ و باریک پوشیده است لباس های سوخ رو ببر کرده است آشکار خودنمایی است ای بس تاخیره ای در خونه کودک است علاوه بر این یک مردی بیزن است ای خانم سلین مگر شما مرا با این خدمتگار رشک کرده ایستادید چه علاقه دارد این چی مناسبت است برای چی من رشک کنم ها او یک دویه عادی هست او هم آخر موی سری او رو بین موی سرش چی نمود است و او بگو که موی سرش رو بندد انیق در درون شوربا موی سری او افتید است خانم سلین من فکر میکنم که مرا با این دختر رشک کرده ایستادید لوین آنهایی که نزد تو آمدن بگو که روند یعنی بگو که در خانه نیستیم چون که من بسیار عصبانی شدم تو باشی سفسطگویی رو آغاز کرده آخر من به تو همچون دوست شوربا پخته آوردم یعنی دوستی کردم کاری بد کردم چرا از این تو دیگر خلاصه و میبراری چرا نه خانم سلین شما درست میگوید من از شما بخشش میپرسم مقصد من این است که شما همچون دوست به من رشک میکنید مایلش لوین دیگر گپ رو دراز نکن آخر زیارت بیمار باید کوتاه باشد من میروم خانم سلین خواهش میکنم نروید گپ من همش دوستانه بود اگر شما رو دل من آزرده میشم خانم سلین خواهش میکنم التماس رفتنم لازم است دیگر با تو بس کردن نمیخواهم تمام یک لحظه خدمتگار کاسه‌تون رو شسته دهد با خودتون گرفته برید با پرتو خواهی بداید گوی او پرتوید با من فرقش خراب کرده میروم خانم سلین آنجا آجات خانه است خیلی در اینجا خیلی خوش میکنیم مایلا شکا جون تو بازدید مرحمت آقای اکرم دامولازیا آقای اکرم با زهرا باز جنگ کردید ها؟ بله آقا شما هم مثل کودک بودید دامولازیا زهرا را ایرکه کلام کردید اقلا شما این را فهمید این چی گپ است مثل کودک ها باز قهری می شوید راست میگوید و آخر نمی شود این طور نمی شود در بین زن و شوهر خیلی نافهمی های میده شده می شود اما قهری کردن نمی شود آدم آیله‌دار در بیرون نباید گردد جنگ کنید هم به یک جاگه در آمده یک جا براحت باید خواب کنید راست میگوید آقا رفتیم به خانه میرم آقای اکرم رفتیم من برای تو آمدم رفتیم پیش دارم شوکت زود باش به خانه میرم زیا پسرم از آن دمی که به خانه‌مان آمده ای دستور خانمان باز هم پر ناز نعمت شد استغفرالله آقا این خیلی نگویی نه پسرم راستشو میگویم تو چیکار میکنی؟ این خانه را داخونده پوف میکنی؟ عاشق دعا میخواند بابا جان بر دوام زیاد دعا میخواند
دعا خوندن و پف کردن رو دوست می‌داره. خوب بسیار خوب. چون تو دعا میکنی من بسیار خرسند میشم. لطفاً دیگر جنگ نکنید. من بسیار غمگین میشم. البته آقا دقت میدیم شما خاطر نباشید. آخر شما هم فرزند دار میشید نبی؟ کودک از آنجا شما رو میشنود. پدر و مادرم جنگ میکنن گفته غمگین میشود. زهرا تو هم اکنون دیگر داملازیاران نرنجان میلش. زهرا جان تو بسیار یک مادر خوشبخت میشوی چون که پدر کودکت داملازیا یک آدم بسیار هم خوب است، مرد بسیار هم جسور است. تشکر. ای چی شد زهرا؟ خودم را داشته نتوانسته ایستادم بابا جان. داشته نتوانسته ایستادم. نمیتوانم. میخواهم با آوازی بلند داد زنم. داد بزن؟ بگو. زود باش. حامله داری؟ مرحمت کنید به همه اشتیاهیتون. اشتیاهیتون به همه اشتیاهیتون. تو چی کار کرده سده؟ به فکرم از اینجا رفتن رو فکر نداری ها؟ نه من چی تو یعنی؟ یک دامله ساخته کار هستی، یک دزدی دروغگوی هستی، باز با تو موندنم رو خواستی. زود برآمده رو از اینجا. برآمده رفتن. مال زهرا همه خواب کنن. من با امرو خونه رفته خواب کنم. نگاه نکن. تمام خیر. تلفنی من در کجاست؟ در اینجا بوده است. بازینش چیست؟ تازان با من روبرو شدی ای دلبر. مرا مجنونی دیوانه کردی. من دیوانه عشق تو شدم ای پری چهره. با نگاهت مرا عاشق گرداندی. با چشم دیدم، با قلب دوست داشتم. با دیار غم مرا بدرغه کردی. مرا بیچاره و ناتوان کردی. بغیر از تو به دیگر کس دل دادن نمیتوانم. تو جان در بدن دارم، تو رو دوست خواهم داشت میلیس جان. در قلبم تنها تو هستی و خواهیم. از غم درد جدایی پریشان آواره شدم عزیزم. همه چیز میگذرد. اگر تو رو روزی نبینم قلبم میسوزد. اگر تو هم به من ذره میل داشته باشی، تو رو در مغازه شیرینی بعد از برآمدن آفتاب انتظارم. سمی در آخر عاشق شدنی مرا فهمید. از بیتول دیده خوبتر و زیباتر بودنی مرا فهمید. اگر این نامه رو خونده باشی، تو رو در مغازه انتظار میشوم. با کجا میروی؟ با مغازه شیرینی ها مادر. سمی مرا دعوت کرده است. من میدونستم که او حتما برمیگردد. با مغازه شیرینی ها؟ این دختر حالا هم نفهمیده است که سمی به او هیچ توجهی ندارد. خودش را بیهوده غمگین میکند. درو. سلام علیکم. ممکن؟ علیکم السلام. مرحمت. من برای کاری که به آقای قانون پیشنهاد کردید اومدم. بله تو رو با یاد آوردم. تو هم در اونجا بودی. چرا اومدی؟ کار رو با عهده گرفتنیم ها. یعنی با کله میگیری؟ میگیرم. بله. چند پول میدهید؟ 10,000 برای تو میدیم. 10,000؟ 10,000؟ با قانون 50,000 گفتی و چرا با من 10,000 میگویی؟
اون مخصوص برای آقای کنعان بود و کارش رو خوب میدونم. گوش کن برادر، من هم کارم رو با خوبی اجرا میکنم. علاوه بر این با کسی وعده دادم با من اون پول لازم است و خودم یاد کنی خود گک شدنیم. مرا فهمیدی؟ مشکلی خودت رو با من نگو. با تو 10,000 میدیم. قبول میکنی؟ مایش تمام. کار رو حل کن. آماده پولت رو گیر. کی رو لاتو کوب میکنم؟ شریکی پیشینم رو. شعرم رو خونده آمد. سمی؟ میلیس؟ من میدونستم که تو برمیگردی. در آخر خطایت رو فهمیدی. چی؟ البته که برای هیچ چیز دیر نشده است. میلیس جون چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ سفسطه گفته ایستادم؟ بله. درباره با تو برگشتنم گفته ایستاده ای. جدا شده ایم باز تکرارا یکجا شده ایم. من هیچ چیز رو نفهمیدم. سمی تو مرا مسخره کرده ایستاده ای. خیر نباشد مرا چرا به اینجا دعوت کردی؟ من تو رو دعوت کردم. چرا من به خاطر ندارم؟ در حقیقت مسخره کرده ایستاده ای. باز به جزدانم نامه پرداخته ای. نامه پرداختم؟ نامه از من؟ میلیس جان تو مگر خواب دیده ایستاده ای؟ آه چشم من. سلام میلیس تو از برای همین شده از من رفتی ها؟ میلیس سفسطه نگو. در اصل تو سفسطه نگو. تو چی خیل دختری مرا فریب میدی ها؟ چی خیل؟ برای همین دختر شده. تو هم به فکرت به سمی چسبیده خواهشی به قصر داخل شده رو حوض کرده ایستاده ای. هیچ حوض نکن. از دری آن حتی قدم گذاشته نمیتوانی. سمی اعضای عائله‌مون نیست. حتی خیش دوری آقای اکرم هم نیست. خانم شما چی گفتنتون رو شنیده ایستاده اید مگر؟ او کار نیستی که همش رو شنیده ایستاده خانم اید. تولین خواهش میکنم. تو خاموشه. نوبتی تو هم میآید. دخترم من مانند تو بر اینها رو بسیار دیدم. روزت رو میبینی. خانم لطفاً به تربیتتون اعتبار دهید. این رو بین به من میگوید که به تربیتتون اعتبار دهید. تو خودت به تربیت اعتبار ده و از قفای زمین نشو. خانم تولین این خیلی چیز نیست. از کجا برآوردید شما؟ اینها رو به من نفهمون. تو دختری گل برینی مرا گیرانده با این کورمار وقت خوشی میکنی. مگر به تو میزه بده؟ خودتان رو حرمت کنید. با خواهرم حق چنین گپ زدن رو ندارید. دامادی ساخته رو بین تو ها؟ مادام که تمامی دخترانی بیشوهری محله خواهرانی تو هستند پس خواهرت رو بگو که با تربیه شود. اکنون این گپایتون رو بس کنید. لطفاً خودتون رو حرمت کنید. در اصل تو خودت رو حرمت میکن. بی تربیه. در اصل توی بی تربیه. بتول دختری خوب است که آروم گپ میزند. اما من میدانم که با تو بر اینها چه خیل گپ زنم. من که اون دهانی بدبوی تو رو داشتم میدرونم. فهمیدی ها؟ با من گوش کن. اگر یک بار دیگر با دخترم گپ زنی تو رو از تبلیغ شدنت پشیمان میکنم. اینا رو بین. این زنها وحشی هستند. من به شما نشان میدهم. دفع شو از اینجا. دیوانه ها. یگان ناخوشی نشده. خانم تولین از اینجا برای ما دروید. ناخوشی رو من میبرارم. این زن آشکارا مرا تهدید کرده ایستاده است. بس است گفتم. مرا گوش کن دامولا با مادرم داد نزن که نباشد چی؟ چی گفتنی مرا تو خوب فهمیدی. میروی مادر. من این رو اینطور نمیگذارم. با همه گپای گفته‌تون یک جواب میدید. رفتیم مادر. رفتیم دخترم. شبید از اینجا دیگر شما رو نبینم. بشنوقی های دیوانه. تمام. شما هم آرام شوید. این قدر بی تربیه بوده است. خانم بطور شما خوب هستی؟ آرام شو دختر. پیش دارم. اکا با خدا که پرداخت میکنم. با خدا که پرداخت میکنم اکا. کنی اینجاییست؟ کنی شیمت رو بردار. اکا قربان شوم. اکا گوش کن. اکا جون من دو کودک دارم. کودکم دو سال مایور است. التجا میکنم این کارو نکن اکا جون. اکا جون. اکا با خدا قرضم رو پرداخت میکنم. اکا تو خودت بسیار انسان خوب هستی. اکا جون صدقه تو شوم التجا میکنم. اکا گوش کن یک بار بگیر من گوش کن. آروم باش اکا. اکا در اینجاست. آی در جای نیست. نجون سلاح را پایان کن. یک دقیقه سلاح را پایان کن. بسیار گپ نزن. گم شو از اینجا. گم شو. رحمت اکا جون. سلاح لازم نیست. نیست نجون. کدام جسارت آدمی مرا میبرداری ها؟ تو کیستی؟ من آدم کنان دیوانه هستم. مرا سر ده. سلاحایتان را پایان کنید.
آی ما از کجا میدونیم که تو راست میگویی؟ اگر من دروغ میگویم من آدم کانون دیوانه هستم یا خدا توبه کردم. بازی برکه کانون زنگ زده همش رو میفهمه. مرحمت عزیز. اکا جان من شاگرد بابای فیض نیازی هستم. نیازی چیکار داشتی ها؟ اکا در اینجا یک آدمی تو بوده است. وای نامت چیست؟ من نمک هستم اکا این نمک یک آدمی ما رو برداشته است. ما باشیم او رو دستگیر کردیم. میگوید که آدمی توست. راست میگوید؟ من دیگر یک آدم ندارم. پس نباشد من این رو میپرانم اکا. اکا بیا این خیل نکنه. آخر آن از طرف سرم سلاح ها راست برای پراندن تیارن. اکا ما این مسئله رو باید یک در هم کرده میتونیم که آخیر چی در کن از این خیل آخیر. اکا امرت رو انتظار خیر میلش او رو با من روان کن من خودم حل میکنم. میلش اکای کانون. خدایا توبه. دیدی همه کسا یک جویا شده به ما حمله کردند. حمله باز این دومولو این همهشون از یک خوکن از یک خو. شما با کدام سبب خانم بیتول را رنجاندید؟ تو با کدام سبب دختری مرا میرنجانی؟ من یگون کاری نکردم که میلیس بیرنجاند. باز چی همی کردی؟ آخر دیگر باز چی کار کردنی بودی؟ یعنی در جایی که دختری زیبای من هست تو باشی دختری مرا رنجانده رفته با اون بیتولی کورمار خوشحالی کرده ایستاده ای. بیتول را حق کورمار گفتن نداره. تو چی گفته ایستاده ای؟ چی گفته ایستاده ای؟ خودت رو کی میایستادی؟ خودت رو حرمت کن. در اصل شما خودتون رو حرمت کنید خانم. از روی من به خانم بیتول تهمت‌های ناجا کرده ایستاده. مگر شرم نمیدارید؟ تو از حد گذراندی ها؟ لاق و پرت رو جمع کرده زود از اینجا دفشم. تو از خانه کی را رانده ایستاده ای؟ سمی مانندی پسری من می باشد. اگر یگان کس را از این خانه پیش کردنی باشیم هم آن تو هستی. زنی بدرفتار از هر طرفت بدی می براید. البته من بدم ها؟ یعنی مرو از این خانه پیش میکنید ها؟ بله تا بازدید این خانه از سرتون میمونه. باید کندن شود. باید خودتون کندن شود. اهمیت نده. بیا قهوه بنوشیم. بیا نمیک یگون گب نزن. وای 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 آقای نمک تو باز از پیش خودت کار کردن را آغاز کردی ها؟ از من پنهانی حیله کرده باز خلاص شدنت رو فکر کردی. ای تایلاق این را سیوال است تو خواست؟ نه اکا با سیوال یگون علاقه ای نداره. این رو من خواستم من کردم. گوش کن سیوال با من تقریبا اویلدار شدن رو قبول کرد. با من پول لازم بود. آخی من چیکار کنم؟ تو چی اینقدر خرانه رفتار میکنی ها؟ دست پوشم بیا دست ای گوشم. ای تایلاق دلم میگوید که تو را بپرانم اما این دفعه تو را میبخشم لیکن یک خطاگی خوردگک بکنی کو بیشرف شوم که تو را پاره کرده به سگانی کوچه ندیم. اکایی خیلی نکن صدقه تو شوم. بیا دستت رو نرس. میاو میاو میاو. چقدر پیشک شایی زیبا. خانم بیتول خانم بیتول خواهش میکنم. چرا اومدید؟ من بسیار عذر میپرسم. یعنی با این خیل حالت ناگوار روبرو کردن شما خودم رو گناهکار میسوزم. بسیار غمگینم. مرا ببخشید التماس. از من عذر پرسیدنتون لازم نیست. شما از آن دختری که امیدوارش کردید از او عذر پرسید. گوش کنید من هیچ کس رو امیدوار نکردم. خانم بیتول استاد با خدا که خوب شد روبرو شدم. یک سوال دارم. بله خوب شد که روبرو شدیم. حالا سوال پاول نپرس سرم گرنگ است. بعد میپرسی. آخر استاد سر من هم بسیار گرنگ است. خدایا توبه. سر تو رو کی گرنگ کرد اجری؟ استاد در محله که جمشید است که او سر مرا گرنگ کرد. تو هم سر او رو گرنگ میکردی. گناه من چیست؟ نه استغفرالله استاد شما گناه ندارید. که جمشید میگوید که خدا با کاری ما کاردار نیست. همه کار ما خودمون میکنیم میگوید. تو چی جواب دادی؟ گفتم از استادم پرسم. چرا از استادم پرسم میگویی؟ در حال جواب میدادی. آخه چی خیل خدا با کار ما کاردار نیست. خدا مگر ما را نآفرید؟ آفرید استاد. حالا هم نمی آفرد. می آفرد استاد. خیر تمام آخر. مثلا انا حاضر چشمانت رو بپوش. میلش استاد. چرا میبینی؟ هیچ چیز رو نمیبینم استاد. اگر خدا نمی آفرید ما هیچ چیز رو نمیدیدیم آخر. هجری
لوای استاد چشمان ندارم شو استاد دیده استادم دیدم خدا را هزاران بار شکر که دیده استادم استاد دیدم آفرین هجری خیر تو دیدم خدا از شما راضی باشد استاد مانند دکتر چشم است استادی جانم سلام خانم سلین چی شد لوینت؟ خانم سلین در بین ما یگان نافهمی است چی علاقه دارد؟ تو چی در داری؟ خیلی چی در دارم دینا خودتان آمده دیدید که من گریپ هستم خواطر شدم در پیش شما آمدم یعنی تلفن کردم جواب ندادید برای چی خواطر هستی لوینت؟ از کار اومده ایستادم مشغولم هم تو بیمار هستی به خانه رفته خواب کن دایه هم داری و تو شوربا میپزد چقدر خوب است راست گفتین که نه خانم سلین شما چی هم میگویید همین که شما از خانه برآمدید من از خدمتگار راست ماندم و گفتم دیگر برای من شوربا نپزدی شورباهای شما بیمزه برای من تنها و تنها خانم سلین شوربا پخته میارد اما با امید شما قریب از گشنگی را میمردم راستی گپ خانم سلین شوربای شما را خورده نمیشد چون شما نآمدید آن دختر به من شوربا پخته آورد و من اون شوربای او را به زمین گرفته پرتافتم این چی مناسبت است چرا شوربای خانه تو رو خورده میشد است و شورباهای من رو نمیخوری هم من کاری بسیار دارم باید روم خدای توبه چرا این دختر اینقدر ناز میکند هیچ نفهمیدم تو بازید خانم سلین های چارچشمه های قرباقه با من نگر با تو نگفتم که از خانم سلین دور شوه چیزهایی که از این پس روی میدهد مجبور طاقت میکنی کنی او را دستگیر کنید های او را دستگیر کنید باز نگاه نمیکند یک دقیقه برادر یک پرابلم شد یک دقیقه خوش بگید دست مرا کجا میبری؟ یک شما خودتون کی هستید؟ کجا میبری؟ درونم پرشیده آقای اکرم در آنجا بود برای همین در آمد شما خوب هستید؟ خوب هستم البته جانم خیلی خوب هستم چی شده است ها؟ من مگر بد نبوده ایستادم؟ یگان مشکلی دارید تو چی مرا مسخره کرده ایستاده ای؟ آقای کالتکیلس نه آخر یکم کار از دست حمایت بکنم در اصل است مثلا یک جای به بیرون برآمده میتوانیم مرا به مرکز دلخوشی برده میتوانیم خانم زهرا من داملا هستم چی خیلی دملا؟ اقلا این رو با من نگو یعنی تمام دملا هم نباشم همه ما رو همین خیلی میدانن من باید از روی همین رفتار کنم هیچ کس نمیبینه خواطر نشد هم یک دختر بازی شب گردی بول حوثی کالتکیلس نیستی مگر گوش کنید شما واهمه کرده ایستاده حتی کم گفتم باید میگفتم که عجبا این نواختن پیانین دانستن مود خوب رقصیدن این همه از کجا باشد خیر چی خیر؟ کالتکیلس همسرت رو به بیرون میبروری؟ خوب مدامی خیلی میخواهید؟ رفتیم بله من هم میخواهم رفتیم نباشه تیار شد
خوش کرده ایستاده بین و من کنید دوست داشتت اومدیم کمکک بخر سلامت باشید خانم من خیلی خوب هستم Привет. Привет. Может тебя пригласить на танец? Нет, спасибо. Я со своей девушкой. Ладно, окей. До встречи. Пока. Пока. در وقتش یک محبوبه روز داشتم از او آموختم به فکرم دخترهای ما بد نیستن نه از اون سبب نه من آدمانی از دیگر فرهنگ بوده رو دوست ندارم دوست داشتنتان معلوم است گفتم اونم من محبوبه شما نیستم این رو باید دونید من هم آخر برای گسیل کردن خانم خیلی گفتم اگر پای برده باشه عجب و بسیار سرد رفتار کردم آخر شوربای دیگر کس را نمیخورد تو چی میگویی؟ حالا در کجا باشد؟ بیا من خودم یک زنگ میزنم Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Diğer sesinden sonra lütfen mesaj bırakın. لوین چی خیلی؟ وای صحت شدی؟ اگر خواهی باز من و تو شوربا میپزم چی خیلی شوربا؟ یا خدایا تا به شرمنده شدم سیلینی بی عقل حالا به نزدی من بر میگردی لوین من تو رو به یک قاشق شوربا غرق میکنم خیلی چی می نوشیم داملا؟ سلامت باشید من هیچ چیز نمی نوشم شما چیزی که خواهید نوشید حالا همین خیلی همین خیلی معلوم ماشین رو میرونم با سحر نماز است عجیب جای عجایب چیست؟ ماشین رو میدوزی و مستانه ماشین نمیرونی بلا آفرین در این زمان هم مثل شما دوستای مسئولیت نکیافت میشدن آفرین خواهید این رو یک روی گوید میگویم خیر من یکون چیز گیرم این آدم کجا شد؟ تلفنش خاموش است امروز هم به کار نآمد خانه‌شو خبر گرفته؟ بچه‌ها خبر گرفتن سردارم در خانه نبوده است خدایا توبه این دیوانه کجا گم شد؟ لبای سلام سلین شب بخیر جانم لوین؟ نه در برم نیست خوب جانم خاطر نشو همین که او رو یافتم میگویم که به تو زنگ زند معلش عزیزم شبای خوش این آدم کجا باشد این کار را بینه حتی سیلن از برای او خاطر است عجب او رو دوست می‌دارد نه کجا این لوین رو دوست دارد او کجا شده باشد یا خدای توبه برادر گوش میکنم یک تا شربت یک تا دیگر آب بده یا که هر دویش رو یک خیله بده حاضر مرحمت برقصم دخترم تشکر سلامت باشید مرحبا تشکر نوش جون داملا این چی هستن؟ از داملا با شما آب تازه من سرم رو آرام کردن میخواهم کوری کرده تو رو بینن و من ده
بیا برقصیم. سلامت باشید خانم دورا، اما من نمیخوام. آخر یک وقت خوب میرقصیدید تو کلتکیل است؟ نه، شما تنها برقصید. من لایق با شما رقصیدن نیستم اگر. من خوبش با جایم بذارم، شما در اینجا خوشحالی کنید. شکر باید دختر را راحت بذار. روری تو چی ها؟ تو پاسبانی ما هستی مگر؟ نه من جزا دهنده هستم. چرا من راحت میکنی؟ من از جان که برخیز از جان خیز. برادر سرده مرا با همش جواب نمیدی. رو از اینجا بیرون کنه. سرده مرا نمیبینی و شما را احمق کرده. بیرون کنه رو از اینجا. خاموش شو مرا سرده. با دقت تمام گروه ها از روی یک خبری نو رسیده در کوچه دوستی خلخو مناقشه بین آدمان سر زده است. گروه های در نزدیکی بوده التماس به جای حادثه رهسپار شوید. مرکز من سرکمیسر اونال به جای حادثه بسیار نزدیک هستیم، در حال انتقال میکنیم. تمام. این رو زود برون. چی شد؟ عیبیو بود. اولو با من رجوع کرد. حالا به این کار جواب میگویی. بخشش زیاده کرد. استغفرالله. خدای توبه. نمایش بسیار خوب بود آقای کلتکیل است. یک احمقی به عقل بود، جای واهمه‌اش نیست. نجات دهنده دختران جوان کلتکیل است. با دختران جوان علاقه ندارد. کسی با کمک احتیاج دارد کمکش میکنه. بله مگر نمیدونم تو قهرمان هستی. مانند قهرمانی شما زاغ سیاه نباشم هم، لیکن گوش کن، نام او رو هرگز به دهان نگیر. من دستم رو شسته می‌آیم. دیگر نام او رو به دهان نگیر. مانند زاغ سیاه نمی‌شده است. البته که شده نمی‌توانی. دمره سخته. هیچ کد نی. زهرا جان زیبا می‌نمایی. اینجا چه گپ است؟ یک جوان یک دختر را ناراحت کرده است. یک مشتری باشد به اون جوان کار گرفته مناقشه کرده است. آن مشتری محبوبی همین خانم است؟ نه محبوبی من نیست. اون مرد تنها برای محافظت من به اوجا کرد. او یگان گناه ندارد آقای پلیس. بگذار ما یک بیانات او را هم گیریم. و در داخل است؟ بله در داخل است کمیسر. انا اون آدم ریشدار در آنجا ایستاده است. کلتکیل است. مرا یاد داری؟ در آخر تو را دستگیر کردم. این سفر خلاصی نداری.